در معدنکاری نسبت برداشت یا دوستژ گشلز یکی از مفاهیم کلیدی است که به ما کمک می‌کند تا هزینه‌ها و بهره‌وری استخراج را بهتر درک کنیم. این نسبت نشان دهنده مقدار سنگی است که باید از سطح زمین برداشته شود تا به یک واحد ماده معدنی دسترسی پیدا کنیم. به عبارت دیگر، اگر نسبت برداشت 1:3 باشد، به این معناست که برای استخراج 1 تن ماده معدنی باید 3 تن سنگ اضافه را برداریم. این نسبت به ما کمک می‌کند تا تصمیم بگیریم که آیا یک معدن اقتصادی است یا خیر. اگر نسبت برداشت بالا باشد، هزینه‌های استخراج افزایش می‌یابد و ممکن است استخراج آن معدن به صرفه نباشد. به همین دلیل مهندسان معدن همواره در تلاشند تا نسبت برداشت را به حداقل برسانند و بهره‌وری را افزایش دهند. در نهایت، درک نسبت برداشت به ما این امکان را می‌دهد که به طور مؤثرتری منابع طبیعی را مدیریت کنیم و از آنها بهره برداری کنیم. این اطلاعات نه تنها برای مهندسان و سرمایه‌گذاران مهم است، بلکه برای هر کسی که به آینده معادن و منابع طبیعی علاقه‌مند است، حیاتی است.